مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر یکی از گروه‌های طالبان مسلح امیدواری‌ها را به پروسه صلح افزایش داده است. ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه تایید کرد که منصور در پاکستان توسط طیاره‌های بی سرنشین آمریکایی کشته شده است. یکی از نخستین کسانی که صبح روز یکشنبه مرگ ملا منصور و تاثیراتش بر وضعیت طالبان را یک چراغ سبز و پیام امیدوار کننده برای صلح خواند، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان است. کشته شدن اختر محمد منصور. وی در آغاز نشست شورای وزرا گفت منصور مسئولیت اکثر عملیات‌های تروریستی را بر عهده داشت و مرگ وی یک ضربه بزرگ بر توانایی‌های تروریستان است. یک فرصت است برای طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانع برای گفتگوها بود، مانع برای شروع گفتگوها بود. این حادثه میتونه سبب ازی شود که اونایی که تحت یک شرایطی به جنگ ادامه دادن از این فرصت استفاده کنند و جنگ و خشونت ترک کنند. پس از اسامه بن لادن و ملا محمد عمر، این سومین رهبر تندرو است که در پاکستان به قتل می رسد. این رویدادها ادعای حکومت افغانستان مبنی بر موجودیت لانه‌های تروریستان در پاکستان را تقویت می بخشد و اکنون یک بار دیگر فرصت به مقام‌های افغان فراهم شد تا پاکستان را حامی تروریستان خطاب کند. خوبی است که پاکستان بالاخره آماده ازی شود که با افغانستان همکاری کنند و اون کسانی که در افغانستان جنگ ادامه میتن اونا را اجازه نتن که در خاک پاکستان باشن. این گروه حقانی عملا در پاکستان هستند. در میان حلقات سیاسی بیرون از دولت هم این بحث ها وجود دارد که مرگ ملا منصور بالای پروسه صلح تاثیر خواهد گذاشت. از جمله دو معاونی که در حال حاضر داره، سراج الدین حقانی، مولوی هیبت الله نورزایی که در کویت فعلا رهبری را داره، همچنان ابراهیم صدر، ملا منان هوتک، ذاکر قیوم از چهره‌های معروف هستند که میتونن جانشین شوند. اما مجموعه از این چهره‌ها به استثنای سراج الدین حقانی کسایی هستند که میتونن روند گفتگو و مذاکره با دولت افغانستان ادامه بدن، دلچسپی دارن و علاقمندی در بین طالبا برای پایان دادن به خشونت‌ها وجود داره. ملا اختر محمد منصور در سال 1965 میلادی در ولسوالی میوند ولایت قندهار به دنیا آمده بود. در دارالعلوم حقانیت دروس دینیش را به پایان رسانید و سپس وفاداریش را از گروه طالبان مسلح اعلام کرد. وی که اخیراً به عنوان معاون ملا محمد عمر فعالیت داشت، پس از اعلام رسمی مرگ ملا عمر به عنوان رهبر طالبان معرفی شد که این کار سبب دوپارچگی میان طالبان شده و گروه دیگری از طالبان مسلح بر رهبری ملا محمد رسول آغاز به فعالیت کرد.